سلام رفقا، خوش اومدید به چنل هی بروز و امروز اومدیم دنبال چی دارم و امروز اومدیم سراغ بابا تراینات تو لف. بچه‌ها ما خب اوایل چنلمون موضوعات مختلف، بازی مختلف، ریاکت‌های مختلف رو انجام میدادیم و میخوایم دوباره برگردیم به قبل و در واقع ویدیوهای مختلف بذاریم براتون. همونجوری که میدونید خب ما الان بیشتر فیفا میذاریم چون شما هم بیشتر فیفا درخواست دادید. یه تشکر کنم، ما تقریبا یه هفته است که 300 تایی شدیم. آره من چیزی می‌خواستم بگم 300 تایی شدیم. مبارک. مرسی که حمایتمون کردید اینجا. اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، لایک کنید و میتونید که از این قسمت برنامه حمایت مالی یا دونیتتون انجام بدید. بله. و هر قسمتی که میبینید میتونید از اون قسمت حمایت مالی یا دونیتتون رو بکنید. تقریبا 8 ماهی که ما داریم تولید محتوا میکنیم. اگه دوست داشته باشید میتونید ما رو دونیت کنید. حالا یک چیز بپرسید چجوریه. همین الان تو قسمت دیسکریپشن ویدیو، یعنی اینجا که تایتل ویدیو میخوره پایینش نگاه کنید یه فلش این بغل داره، میزنید اون دیسکریپشن باز میشه، در واقع توضیحات دیسکریپشن. آره. توضیحات ویدیو. اون توضیحات هم اولش ما نوشتیم هم لینک صفحه‌های دیگه‌مون هست، هم لینک جایی که میتونید ما رو دونیت کنید. از طریق وبسایت ریمیت میتونید ما رو دونیت کنید و هر قسمت برنامه رو میتونید از هر قسمت برنامه در واقع حمایت مالی بکنید. خب آقا بریم زودتر. با مجازات یخ با مجازات یخ یه یخ خفنی درست کردم، مکعب مستطیل. بریم سراغ ویدیو با عزیز محمدی. آقای عزیز محمدی واقعا کمدین خیلی باحالیه، با کمترین تجهیزات داره خلاقیت زیادی می‌کنه. بریم سراغ ویدیو اولش. خوشگله ویدیو سخته ولی با تو تخت خیال. یخ اول خودش درکی بچه خندش اول برات آب و حسان رفت تو. خب بریم سراغ ادامه ویدیو. درسته این اواخر یکم حالم گرفته بود اما تقصیر تو نبود، اسهالم گرفته بود. یا عروسک فکر میکنی نباشی من غمگینم؟ نه من توفانی سمگینم، به پا که نپیچم به پات. بیبی شیرینیت مثل لیمو شیرین بود، دهنت که زیاد باز موند تلخ شدی. خودش هم خندید دیگه، من نخندم. اینو با هم خندیدیم نبونی من با هم خندیدیم بده چرا خوب بود. من گفتم عاشقتم ولی تو اولین نفری نیست دیگه، اینو بهش گفت. فکر میکنی وجود تو دلگرمی بود؟ همه سرگرمی. بیبی توی زمانه‌ای که آدم به سختی پیدا میشه حلزون غنیمته ها. من میخوام حلزونت باشم بیبی. آره تو خونه هم کافشم میپوشم. آخه بی تو سر نبه بیبی. یعنی چی آقا؟ آیسا آب شده یه سریش میدونه کوچیک بندازه. آقا این خیلی بابا افتاد حتیری. وای من تیشرت مثل شهر بازی همون تو میاد بیرون. چیز بود شهر بازی سوار میشدی. میبینم که فان بر چنل داره میاد بالا. بیبی آدم ها از خفاش کرونا گرفتن
ولی اون ویروسی که حلزون با آدم منتقل میکنه اسمش عشقه. خواست منو فرنزون کنه، حلش کردم چون حلزونم. خواست منو فرنزون کنه، حلش کردم چون حلزونم. بیبی میگه حالا میگم بلا بدون، یادم میره تو خودت بلایی. دقیقا پسرهای مدلی نچست رو خوب داره بازی میکنه. شوالیه عشق تو. فکر کردی منو دست انداختی بیبی؟ من از این دست اندازه زیاد رد کردم. بیبی همونطوری که وقتی در یخچالو وا میکنی ژله میلرزه، منم تو رو میبینم دله میلرزه. پشتش نمیشه دون خیلی خوبه. اینو که با هم بخندیم و یخ نمیندازیم. بیبی فقط تو میتونی روشنم کنی. حتی اگه تو خونم هم نباشی تو خونمی. چالش سعی کن نخندی نیست نظرم دارم. بیبی نمش داره میخندی. یه جا در مورد گرانش اشتباه کرده وگرنه چرا فکرت از سرم نمیافتم. بیبی ازم پرسیدی وقتی پیشم نیستی دلت نمیگیره؟ گفتم نه. ناراحت شدی؟ نفهمیدی دلم معتادته، معتادا نمیگیرن. بیبی دوست دارم هر دفعه بهت زنگ میزنم بیزی نباشی. مگه میشه پیاز باشم بیزی نباشی؟ بیبی توی شهر تنت لایی میکشیدم، رسیدم به میدون چشات. نمیدونستم خروجی نداره، حالا باید تا ابد دورش بگردم. خب رفقا قشنگ میانگین فان و خنده چنل اومد بالا. خیلی خوب بود. آقا لایک کنید، سابسکرایب کنید، دوست داشتید حتما دونیت کنید و ما قسمت بازی مختلف هم میخوایم بذاریم. اخبار مختلف تکنولوژی هم بذاریم و فیفا هم که بیس ماه دیگه کلا. پیس اوت. چاو.